از دوشنبه گذشته اینترنت به سلامتی و مبارکی قطعه، یعنی داغونه. کلا خدمتتون عرض بکنم خیلی تبریک میگم به همه شمایی که با اینترنت سر و کار دارید مثل من. حتی من 5 صبح بلند شدم برای اطمینان یه بررسی کردم، دیدم هنوز ایمیلم باز میشه، دیشب باز نمیشد و اعلام شده که یه کابلی بوده از بندر جاسک به امارات که این قطع شده از دوشنبه. من یادم 2 سال پیشم یه کشتی اومده بود با لنگرش زده بود این کابل اینترنت رو قطع کرده بود. مهمتر این که مخابرات اعلام کرده که این اینترنت تا اطلاع ثانوی قطعه. اینش خیلی خوبه. یعنی دوستان پنجشنبه گذشته همین پیروز اعلام کردن که تا اطلاع ثانوی اینترنت قطعه. قطع که یعنی فناوریش اینقدر پیشرفت کرده که فقط بعضی سایتاش قطعه. من نمیدونم چرا بقیه سایت‌ها بالا میان ولی بعضی از سایت‌ها قطعه. بعد من نمیدونم چرا این کابل‌های اینترنت ما ولو ان تو خلیج فارس، یعنی احتمالاً اونجا ولو هستن، هر کی میاد دم دستش یه لگدی به اینا میزنه، چه میدونم یه دستی به اینا میزنه، اینا رو قطع میکنه میره. تصور ما از اطلاعیه مخابرات راجع به توضیح دلایل قطع اینترنت یه همچین چیزیه. اینه که خب لابد درست میگن. به هر حال دوستان همه خیلی صداقت دارن و اینا. بعدم این که اینترنت ببینید وقتی قطع باشه دیگه ما نمیشینیم پای اینترنت با بچه‌ها رفیقامون چت کنیم. زنگ میزنیم بهشون، میریم با خانواده‌مون احوال پرسی میکنیم، روی گل پدر مادرمون رو میبینیم بعد 2-3 روز که هی پای اینترنت نشستیم. منتها من نمیدونم اصلا مخابرات چرا تعارف داره. خب اگه اینقدر اذیت میشین اینترنت ندین. نه جدی دارم میگم، خیلی شما دارین اذیت میشین یه اینترنت به ما بدین. خبر بعدی منم راجع به اینترنت، من معذرت میخوام واقعا. یه خبر دیگه من راجع به اینترنت دارم براتون بگم، این که محققان که من خیلی ارادت دارم به محققان اعلام کردن که استفاده زیاد از اینترنت افسردگی میاره. یعنی گفتن شما اگه از اینترنت زیاد استفاده کنین افسرده میشین. من فکر میکنم برعکس بوده. احتمالاً هر کی خیلی افسرده است خیلی از اینترنت استفاده میکنه. من تصور میکنم که خبر در واقع این بوده. اگه بررسی بکنن دوستان ببینن که این تحقیق آیا در ایران انجام شده یا در کشور دیگه من خیلی ممنون میشم، چون با توجه به این وضعیت سرعت اینترنت و بقیه چیزای اینترنتی که ما داریم به نظرم هممون افسرده ایم با این وضعیت اینترنت. اینه که ما که با اینترنت کار میکنیم ما همه رو عرض میکنم اینه که من فکر میکنم که اول اعلام بکنید که این تحقیق از کجا در واقع منتشر شده و کجا در واقع انجام شده. بعدم به نظرم جوون مردم اگه چه میدونم حالش خوب باشه که اصلا نمیره تو اینترنت خلاف کنه که خب زندگیشو میکنه. لابد افسرده است بچه مردم دیگه پا میشه میره هی میشینه تو اینترنت این سایتایی که بالا نمیان و میبینه ها با این سرعت. بعدم این که ما هر وقت رفتیم توی این کافینتا دیدیم هر کدوم از این جوونا یه هدفون روی گوششونه اینجوری زل زدن به مانیتور دارن قار قار میخندن. قار قار خندیدن شدید شده یه قاه قاه خندیدنه. من توضیح بدم. دارن میخندن. من نمیدونم کی افسرده است وقتی خیلی از اینترنت استفاده میکنه. ما که دیدیم همه دارن میخندن. حالا به چی میخندن با این سرعت پایین و سایتایی که بالا نمیاد من نمیدونم.